به نام خدا و عرض سلام احترام به خدمت شما بینندای عزیز کانال هراتبورگ، برنامه شام غریبان. بینندای خوب نازنین، بازم تشکری میکنیم از برادر گل ما رحمان جان نوروزی که 2 دونه گوسفند گرفتم. اینا فقط برای مسکینا اینا را انشالله ما میکشیم. خیلی فقصاب آوردیم که اینا رو بکشم و اینا رو خرد میکنیم و به پلاستیکا بالاخره بعضی مسلمانایی که واقعا نیازمندم اینا رو تقسیم میکنیم. از کشور آلمان رحمان جان نوروزی روان کردم. خداوند اینا رو خیر بده، داغ اولادا خور نبینم. خدای پاک به اینا با آخرت و آخرت مزد بده. هر برادری که پول نقدی کمک دگی مثل گوسفند مواد غذایی بزی مردم نیازمند رای میکنم خیر ببینم. ما به جلو و می دوربین به خدمت همین مردم میسپاریم. خداوند شما خیر بده. رحمان جان نوروزی تشکر از شما، بسیار تشکر. خداوند شما عزت بده. تا آخر ویدیو همراه ما باشین. بینندای خوب و نازنین به خدمت شما هستیم. بازم سلام و خوش آمدید میگم برای شما بینندای عزیز. طوری که به تصویر مشاهده میکنیم از طرف رحمان جان نوروزی پیشتر گفتم 2 دونه گوسفند گرفتیم که به مسکینا کمک میکنیم که 51 دونه پلاستیک شده، یعنی 51 نفر ما ان شاء الله اینا رو میبریم به مسلمانا توزیع میکنیم. تصویری که شما مشاهده میکنین گوشتار 2 گوسفند آماده کردیم و اینا رو به پلاستیکا میکنیم. انشالله آسته آسته میریم رو به سمت بازار. بازم تشکری میکنیم از رحمان جان نوروزی که واقعا این مردم درک میکنم، غم از این مردم میخورم. خداوند شما رو عزت بده، خداوند شما رو کم نکنه، داغ اولادا خور نبینین که همیشه به این مسکینا کمک کنیم. حالا میریم داخل بازار. میریم بینندای عزیز همراه ما باشیم، به خیر باشیم. تشکر از شما.
خب بازم سلام دارم خدمت شما بینندای خوب نازنین. تشکری میکنیم بازم از رحمان جان نوروزی برادر گل ما که واقعا بسیار کار نیکی کردم. دو دونه گوسفند طوری که پیشتر گفتم ما گرفتیم اونا رو 51 نفر به این مسکینا توزیع کردیم و که اینا باور کنیم همینقدر دعا کردم به حق شما که ناحساب. خداوند شما رو خیر بده. تشکر از شما برادر گل ما نوروزی صاحب که همیشه همین مسکینا شما نگاه بکنیم. هر برادر هر همشیری خیری که به این مسکینا کمک کنم. برنامه شام غریبان از کانال یوتیوب هراتبورگ به خدمت شما هستیم. خداحافظ و نگهدار شما.